اخیراً هادی حجازی فر توی یه برنامه یوتیوبی با امیرحسین قیاسی مدعی شده که یه بازی داره انجام میده و رنکینگش توی دنیا 2 رقمیه و حدود 4-5 میلیارد همین اکانت میارزه و همچنین گفته که دارن برای ایران توی دنیا پرچمداری میکنن. با هم ببینیم. وقتی کار ندارم. آره مثلا کار نداری چیکار؟ گیم. بله. مثلا همین گلدیا پوچ و تخته و اینا؟ نه اونا بجز اونا همین گیم هست بازی میکنم، از این نبردهای استراتژی. چه بازی مثلا؟ حالا اسمشو نمیگم چون فکر کنم لو میرم، ولی یه بازی استراتژی رتبم 2 رقمیه تو دنیا. نه یه باش جزء برترهای جهانی هم. همین کلش آف کلن و فلان اینا مثلا. آره اینا نیستن، یه بازی معروفیه، وقت و عمر و هزینه گذاشتم توش، تلاش کردم. آره فقط اونو بازی میکنم. رتبه 2 رقمی در دنیا. بله. تو ایران مثلا نفر یه اصلا نیست، رقیب ندارم تو ایران نفر اولی شما آره. این بازی. آره بعد با اکانت خودت یعنی هادی حجازی فر؟ نه یه اسم دیگه داره. یه اسم دیگه. آره ولی کسی اینو نمیدونه. نه نمیدونه. چند بله. مثلا در دنیا مثلا فرض کن 70-80. مثلا 70-80 در دنیایی. بله. ساختمش و رفتم جلو، بعد دیدم امکان حمله وجود داره به یکی، من یه حمله زدم، بعد یهویی فوش، نگو من قانون رو شکستم تو اون بازی، فوش دادم دیگه، شروع شد از اونجا. گفتم من دهن همتون رو سرویس میکنم. و واقعا الان بهترین ایرانی. آره یه اونجام خارجی ها حرف اولو میزدن تو بازی، لات بازی در می آوردن برا ما. شما هم که اصلا لات بازی تو چتت نمیره؟ آره نمیره. بعد گفتم خیلی خوب اینجوریه، هر هزینه کفش و لباس این حرفو نمی کنم، من یه ذره اینجا هزینه میکنم. هزینه کردم و همه این خارجی ها رو در آوردم. چقدر یعنی پول خرج کردی برای بازی؟ نمیدونم ولی به نسبت خودم آره خرج کردم، چون من معمولا برای خودم خرج نمیکنم، واقعا نمیکنم. یعنی من هزینه ای ندارم. ولی الان اکانتت یه سیگار میارزه؟ نه الان میارزه. چقدر آره. میارزه حدودا مثلا؟ الان فکر کنم 4-5 میلیارد میارزه. خب حالا نظر شما چیه؟ آیا واقعا ایشون داره واسه مردم ایران توی دنیا پرچمداری میکنه یا نه فقط داره یک سرگرمی انجام میده و پولای خودش رو دور میریزه؟ نظرتون برامون کامنت کنید.